چرا روستاهای ما انقدر پروژه ناقص دارن؟ چرا آبادانی انقدر سریع نیست تو پروژه های ما؟ چی کار باید بکنیم؟ اینجا روستای ناهوکه و پروژه‌ای هم که اینجا دارید میبینید پروژه کوهستان پارک ناهوک، یه اسم شهری خیلی با کلاس. من یادم وقتی تو مشهد بودم یه کوهستان پارک داشتیم که بلندترین فانوار ایران اون زمان اونجا بود، ترن هوایی داشت و کلی چیزای مختلف. اما توی یه همچین روستایی کوهستان پارک چی کار میکنه؟ ببینید وقتی شما یه پروژه رو توی روستا تعریف میکنید باید اون رو با فرهنگ روستا، با نیازهای روستا و با این نکته که چطور میتونید این رو برای مردم روستا سودآور کنید تطبیق بدید. نه اینکه فقط بیایید یه اسمی برای اینجا انتخاب کنید، اسمشو بذارید کوهستان پارک و فکر کنید که اگر یه کوهستان پارک اینجا داشته باشید و خیلی با کلاس باشه میتونید شأن و منزلت روستا رو بالا ببرید و بگید که روستای من یه روستای پیشرفته است. همچین اتفاقی با یه پروژه ناقص نمیافته. دقت کنید توی این پروژه الان مقدار زیادی سنگ، بتون، آجر، آهن و کلی وسایل بازی و اینها آورده شده و همه اینا صرف یه سری زیرساخت‌ها شده اینجا که تقریبا میشه گفت که اونجور که من از مردم پرسیدم حداقل باید یه چیزی حدود 6-7 سال اینجا افتاده باشه و هیچ استفاده ای نمیشه. تقریبا کسی اصلا پاشو اینجا به قولی نمیذاره. من صبح اومدم اینجا یه سری سگ میان رفت آمد میکنن، بعد از اون بعضی از بچه‌ها خب میان به خاطر این تاب و سرسره‌ها فقط با هم بازی میکنن و اینها و دیگه جایی برای خانواده توش نیست. میبینید که کاملا خشک و بی آب و علف. فکر میکنید یه روز بتونیم ما بچه هایی رو اینجا ببینیم که دارن از این سرسره‌ها استفاده میکنن و از خونهشون زیاد دور نیستن؟ وقتی میگیم از خونهشون منظور خانواده است، یعنی خانوادهشون هم همینجا توی همین مجموعه نشستن، دارن دور هم چایی میخورن، میگن میخندن، با خانواده های دیگه دارن گفتمان میکنن و اینجا کلی خدمات دیگه وجود داره که دارن ازش لذت میبرن. خیلی دور از ذهن الان این تصویر با توجه به اینکه الان 5-6 سالی هست که اینجا افتاده. پس باید چیکار کرد و راه حل چیه که یه همچین پروژه‌ای سریع اتفاق بیفته، درست انجام بشه و توی به قولی امکانات رفاهی و سبد رفاهی این روستا بیاد؟ راه حلش خیلی ساده است. بیاید بریم با هم صحبت کنیم در موردش. چند تا مشکل اساسی اینجا وجود داره. اول اینکه ما میخوایم این کوهستان پارک رو بر اساس استانداردهای شهری بسازیم، در صورتی که اینجا روستاست. وقتی میگیم استانداردهای شهری یعنی اینکه میخوایم همون آلاچیقی رو بسازیم که توی شهر میسازن. دقت کنید اینجا بلوچستانه، مردم از کپر خوششون میاد. کپر یک امکانات رفاهی برای اونایی که تو روستا زندگی میکنن. کپر برای اونایی که زندگی عشایری دارن یه سبک زندگیه. کپر خنکه، تو زمستان خوب راحت گرم میشه، توی تابستان خیلی خنکه. آب و هوای اینجا که تقریبا میشه گفت که وقتی تابستون میشه اینجا حدود 40 تا 40 خورده درجه هستش، نمیتونه به شما رفاه رو توی این آلاچیق‌های آهنی و فلزی بده که تمام مدت بهشون آفتاب تابیده و این وسایل بازی که یه روز تمام زیر آفتاب بودن و داغن، این رفاه رو به شما نمیده. پس چطور باید اینو تطبیق بدید با روستا؟ اولین اتفاق ممکن اینه که به جای این همه آهنالاتی که مخصوصا تو قسمت‌هایی که مربوط به
بخشای رفاهی هستش برای بزرگسالان. به جای که اینقدر بخوایم آهن‌آلات به کار ببریم، چرا نمیایم از شاخه‌های نخل استفاده کنیم؟ اگر اون ویدئوی من رو که درباره بحران توی آتش‌سوزی نخلستان ها بود دیده باشید، دیدید که نخلستان اینجا که تقریبا حدود 500 متر از اینجا فقط فاصله داره، چند هزار نخل داره و این نخل ها پر از شاخه های خشک نخلن و کپهر ساختار اصلیش بر اساس همین شاخه های نخله. اونها میتونستن بیان جدا بشن، بیان اینجا و سطح وسیعی از این ساختار کوهستان پارک رو مسقف کنن و اون رو زیبا کنن. و حالا فکر کنید فقط یه تصویر زیبا میتونید از اینجا بسازید که باید بریم بهتون نشون بدم نزدیک فقط این تصویر چقدر زیبا میتونه باشه. ببینید مثال اینجاست. فکر کنید که تو تابستون یه همچین فضایی که نشیمنگاه ها براش طراحی شده، کلی بودجه مصرف شده، باغچه های خیلی خوبی براش طراحی شده، چقدر میتونه گرم بشه. اما نکته چیه؟ فکر کنید حالا اون کپرهای زیبای بلوچستان رو فرض کنید بیاد، اگر اتفاقی که میخواد بیفته این باشه که همین راهرویی که اینجا هست یه سقف خیلی بلند عالی بیاد اینجا، راهروهای به این طرف همه مسقف بشن، نشیمنگاه همه مسقف بشه، آب اینجا جریان داشته باشه، توی باغچه ها گیاهایی بکاریم که رونده باشه و شروع کنه روی این سقف بلند رو که یه متریال طبیعی خیلی خوبم داره بپوشونه و این آب خنک اینجا بتونه این فضا رو تلطیف کنه. ببینید اصلا نیاز به این نداره که شما بودجه خیلی عجیبی مصرف کنید، در صورتی که الان هرچی بودجه صرف شده و حتی من میدونم برای آینده نگری اینجا هرچی میخواد بودجه صرف بشه میخواد اینجا رو شبیه شهر کنه، در صورتی که خانواده ها میتونن از این فضا به راحتی لذت ببرن و به بهانه‌اش همه این فضا کاملا به قولی سبز بشه. قبلا اینجا درخت کاشته شده و درخت ها از بین رفتن به خاطر اینکه رسیدگی بهش نمیشه و فعال نیست. این خیلی مهمه که پروژه ما هرچه زودتر و هرچه بهتر و با کمترین هزینه فعال. Guardo, agar kota nu bar khaje than miri mein